موافقت میکنه با امام حاکم. یعنی حدیثی صحیح است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بار به حضرت علی مراجعت میکند و میگوید الا ان الامه ستغدر بك بعدی، آگاه باش یا علی که امت بعد من به تو خیانت میکند و انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، تو به ملت من زندگی میکنی و طبق سنت من به خاطر دفاع از سنت من به قتل میرسی، به شهادت میرسی. من احبک احبنی و من ابغضک ابغضنی، هر کسی که تو را دوست داشت مرا دوست داشته است و هر کسی که با تو دشمنی ورزید با من دشمنی ورزید است. در یک روایت اومده است که با پیغمبر دوام میده که و من احبنی فقط احب الله یا احبه الله، هر کسی مرا دوست می‌داره او خدا را دوست می‌داره یا خدا او را دوست می‌داره. بعداً حضرت گفت ستخذب هذه من هذا، زود است که ریش نشان داد. همین ریش گفت از سرت به خون آلوده می شود، یعنی ضربه را در سر میخوری. این یکی از معجزات حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بعد وفاتش واقع شد. حضرت علی میدونست، حتی بعضا غضبش میکرد، میگفت کو همون شرار، کو همون قاتل ابله چرا تأخیر میکنه، چرا کار تیز تمام نمیکنه که زود به وصال خدا برسه. در همین صبح 17 حضرت فرزنداش از خواب بیدار کرد، بعد نماز تهجد رمضان بود، بعدا به نماز اومد، از در مسجد وقتی وارد شد گفت الصلاة الصلاة، به نماز بیایه، به نماز آماده شوه ای مردم. همه وقت هجوم کردن، اول شبیب زد ضربه، حضرت خچه قفا کشید، شمشیر در زد، در تخته در خورد. اما این بدبخت ملعون از این طرف بود، در قرن حضرت در پیشانیش از پیشانی بالاتر در همه اوبکی سر به شمشیر زد، به شمشیری که با زهر و مخته بود. در یک لحظه خون تمام روش فرا گرفت. این بدبخت شبیب گریخت، از فرصت استفاده بود در میان مردم آمیخته شد، گریخت، وردان تا خونش گریخت. اما یک شخص از حضرموت از قفاش اومد در خونش قتلش کرد. اما عبدالرحمن ابن ملجم دستگیرش کردن، میخواستن پخرش کنن، اما حضرت علی معنشو کرد، گفت آرام باشه، ما حق نداریم. گفت اگر گفت به شهادت رسیدم، به حضرت حسن فرزندش گفت که به همین شمشیر خودش بدبخت قتل کن، اما اگر به شرطی که زنده ماندم من خودم خطیش صحبت میکنم. خون از سر روش میریخت. حضرت با عبدالرحمن ابن ملجم مراجعت کرد، گفت بدبخت، گفت مگر من در حقی تو نیکی نکرده بودم؟ گفت بله. تو به سعادت؟ گفت چرا این کارا کردی؟ به چی خاطر؟ گفت گپ بسیار نکن، من این شمشیر 40 روز در درون زهر گرفتم، اگر گفت یک شهر به همین ضربه بزنم همش بمیرم، مهلتت بر شمار است، اگر یگون وصیت داری وصیتو تبع کن، گپ بسیار نکن. و حضرت وصیت تاریخی خود کرد. در همون حالت خونش آوردنش، جیانش جعده ابن حبیره پسر امیهانی پسر اپش پیش در آورد، گفت نمازی مردم بخوان. خودش آوردن در خونه. با بعضی روایات روز جمعه شب شنبه تا صبح تا شب یک شنبه را زنده بود. با بعضی روایات همون روز میگن جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما وصیت کرد. باور کنه وصیت چه میخونه گریان میشه. وصیت از مال و ثروت دنیا نه، از جاه و منصب نه، از تقسیم مال نه. وصیت از نماز است، وصیت از روزه است، وصیت از حج زکات است، وصیت از صدقات و خیرات است. وصیت به این است که حق خدا را همیشه از همه بالا بداره. حضرت با تاکید میکنه الصلاة الصلاة
آگاه باشه نماز ترک نکنه، نماز ترک نکنه. فانها خیر موضوعه، نماز بهترین چیزی است که خدای تعالی در روی زمین وضع کرده است. و صیام فانه جنه، روزه را بداره که این روزه سپر است برای شما، از تمام بلاها نگهتون می‌داره. و زکاه و صدقه فانها تخفئ غضب ربی، زکات مالتون بتین، صدقات بتین، زیرا غضب خدا را فقط زکات و صدقات میتونن که خاموش کنن. بعد امام حسن و امام حسین تاکید کرد که پسرای کلان من شما هستید، دو درکاتون خش رو نگاه کنید، حریم پاک ما را آلوده نکنید. و محمد ابن حنفیه پسرش در پهلوش بود، سبحان الله، با محمد گفت بچه جان، گفت ایو مولای تا هستند، ایو رهبرای تا هستند، هم برادرای بزرگت هستند، هم حق دارند در بالای تو، اطاعت اینا را کن. و به امام حسن گفت شما میدونید که من محمد دوست میدارم، محمد دوست میدارم، شما هم دوستش میدارید. نکنه که مثل بعضی ظالما دو درکای خورد یکتون را ترک کنه، هرگز برادراتون را ترک نکنه، به جایی که رفتی همراه ببره. همین نصیحتی پدر را گرفتند حضرت ها که وقتی میخوانیم حرب کربلا را، در حرب کربلا قریب اکثر کلی فرزندای حضرت علی به شهادت رسیدند، زیرا حضرت امام حسین یگان تشنج گذاشت، غیر محمد ابن حنفیه که به سفر برآمده بود همه را دیگه خطش گرفته بود، خواهراشا برادراشا هم همراهش بود. و حضرت شبانه گرانده شد. حضرت علی در مسئله موضعی که گرانده شده است اختلاف فی حد بسیار است. خطیب بغدادی چندین روایت ها را آورده است با اسناد. با یک روایت که روایت صحیح تر است میگن حضرت علی را شبانه فرزنداش امام حسن امام حسین و عبدالله ابن جعفر پسر برادرش شستند بر قصر الاماره، دار الاماره، در همون مکانی که زندگی میکرد در حولی خلوت گراندنش. در یک روایت دیگر اومده است که از طرف قبله، از طرف محراب مسجد، از پشت مسجد شبانه بردن، پیش از او که مردم به نماز بامداد بیایند حضرت گراندن، اما موضع قبرش پنهان کردن، از ترس همین خوارج ملعون که مبادا آمده و قبر نکنن مرده را برآورده، با همون مرده مقصد ظلم و ستم نکنن. بدبختای فعل داشتن، قبرها را میکندن، مرده ها را آتش میزدن، لعنت خدا بر ایشان باش. در یک روایت دیگر اومده است که بیرون از کوفه خارجش کردن، در یک موضع پنهانی گراندنش و همون موضع را غیر فرزنداش کسی نمیدانست. حتی خطیب یک روایت دیگر آورده است که میگه امام حسن امام حسین حضرت علی را بالای شتر بار کردن، در یک صندوق گذاشت بودنش، در یک تابوت، و به مدینه منوره برده و در پهلوی مادرش و بی فاطمه گراندن. این روایت هم است. با یک روایت دیگر اومده است که وقتی که می بردنش در راه شتر ناخواست تور گرفت، شتر شب گم کردن. شتر به یک گروه از قبیله بنی تی افتاد. اونا گمان کردن که در داخل صندوق زیور است. وقتی پایونش کردن دیدند یک شخص نورانی در داخل تابوت خواب است، گرفتن در خاک گذاشتنش، گورش کردن، قبرش کسی نمیدونه که در کجای. و خطیب و دیگر بزرگا ابو نعیم اصفهانی و تمام معارخ‌های بزرگی الحمدلله اهل سنت و الجماعه تاکید میکنن، از امام طبری شروع کرده، میگویند همین قبری که ولی در نجف است و میگن مرقد حضرت علی است،
همین به ثبوت رسیدگی نیست، بلکه حتی زن زیاد است، گمان زیاد است. بعضی‌ها یقین هم کردند که این قبر مغیره ابن شعبه رضی الله عنه است. در این موضع حضرت مغیره گرانده شده است. روایت میکنن از مطر که گفت اگر ایشیا میدونستن که در اینجا قبر کی است، قبرش هم شب میکردن، اما بیچاره نمیدونن، همه غلو کرده و بالای همه قبر گرفتن. همه را مرقد حضرت علی گفته، بعضی متعصب احمقش حتی از کعبه و از همه بالاش میدونن. نعوذ بالله. خب یک روایت اومده است، وقتی کتابای تاریخی را دیدم، یک روایت اومده است، اسنادش بسیار ضعیف است، اما به هر وجه اگر شما بدونید خوب است. از ندونستن تو دانستن تو بهتره. تاریخ دانستن همیشه خوب است برادرای عزیز. از هنگامی که چشنه می رفتیم در مسکو بودیم، در مهمانخانه، یک برادر اسپانی مسلمان شده است. پرسید که صلات مغرب، گفتیم الحمدلله صلات. در حجره ما نماز با جماعت خوندیم. بعد قطعش صحبت کردیم از کجا هستی و چی هستی و از اسپانیا بود است. صحبت رفت همین برادر دعوا میکنه که اسپانیا را میگه عرب ها ضبط نکردین. سبحان الله، چه خیلی مسلمان شدن این مردم. میگه اینا خودشو اسلام قبول کردین، کسی اسپانیا را ضبط نکرده است. راستی او برادر انگلیسی گپ میزنه، عربی را نمیدونست استم، یک چند کلمه میدونست است خلاص. هرچی الحمدلله همین برادر ما عبدالله رهنما خدا مش درست کنه، من این را همش عالی میشناختمش میدونستم، اما وقتی که از نزدیک آشنا شدیم دیده از شنیده بالاتر بود است. حساب حالش حقیقتا عالی واقعی و از این بالاتر، از این بهتر محب اسلام بود است. علمایی که محب اسلام باشن در نظر دارم بعضی زیایی را کم هستند، انگوش شمار هستند. این از همون برادرایی است که محب اسلام بود است. خدا برکتش بده، این ترجمه میکنه کرد. بعد من خودش بحث شروع کردم، تا ساعت 12 میشه بحث کردیم. بعد دلیلش آوردم ایالا، گفتم مردک آخه عربا که اسپانیا نرفته باشن جبرالتر چی میگویی؟ گیبرالتر. گفت او گیبرالتر به نام تاریک است. گفتم خیلی تاریکیه؟ گفت این تاریک یک پادشاه گوت ها، قوم های گوت، یعنی قبیله های گرمانی. از کجا میگویی تو ایگا پوتا؟ نام یک کتاب هم میبرم، معلیفش کی؟ گفتم تولد شدگی است. گفت سال 1924 مرد است. گفتم این اعتبار نیست گپیره، نامعقول کرده است. بعد از کتاب مستشرقای خارجی و از کتاب تاریخ نگارای اسلامی و براش دلیل و حجت بسیار آورده بود. جنگ‌های تاریخ ابن زیاد، شکسته شدن قشون یا تو هسته فریدریک پادشاه گونها گفتیم به جنگ می آید، کشته شدنش ایالا گفتیم اخیر مسترمان بعد دستاش برداشت تسلیم شد. برادرمو عبدالله رهنما میگه که حالی هم سری وقت بس که این میگه پروفسور هیستوریا. ما گفتم پروفسور خوک نیستیم، نه که الحمدلله ای تاریخ مخبر هستیم. اگر که تصور کنه که من تاریخ نمیدونستم، قطعی برادر چه خیلی گپ میزدم، چه خیلی را اثبات میکردم که الحمدلله مسلمانای عرب، مسلمانای بربر داخل اسپانیا شدند، در اوج اینقدر حکومت ها تشکیل کردند، دولت ها تشکیل کردند. آخران دولت شد دولت غرناطه گرینادا سال 1459 برهم خورده است از جانب شاه فردیناند پادشاه اسپانیا. وقتی همین گپورا که گفتمش به همین نامو بعد تسلیم شد، نباشه قبول نمیکنه. از همین خاطر این تاریخ بسیار فنی مهم است. همین قصه را براتون میکنم. قصه اساسش کم است، اساس ندارد بگیم من میشود، اما شاید در بحث مباحثه با شیعه همه قصه را بیارن، شما باید بدونینش که جوابشون گفته بتونید. در روایت آمده است که وقتی که حضرت علی از دنیا میگذشت، خلوت فرزنداش وصیت میکنه، یک موضع است، میگه یک نجف است. نجف اصلا جای بلندی را میگن، تیپه را میگن، تل. در همون جمعه رهبری بگورونه شبانه تو کسی قبر ما نبینه. شب تابوت حضرت گرفتن بردن در همون نجف، بیرون از کعبه، چند کیلومتر دور است.
و گور راندنش خلوت، کسی آگاه نبود، کسی نمیدونست در کجاست. از بین 149 سال گذشت، زمان خلافت هارون رشید شد. علاقه اموی‌ها از سر قدرت رفته بودند، جای اونا خلافت عباسی‌ها مستقر شده بود. در زمان خلافت هارون رشید بار هارون رشید با شکار میبراید و در هنگام شکار آهوها را وقتی که دنبالگیری میکنن سگها، گویا که آهوها بالای همون تل میبرویند اما سگا در پایان میمونند، سگا نمیبرویند. هارون رشید در تعجب میمونه که چی واقع شده باشه، چرا نبر اومدن. وقتی بالا میبروید ده قبر میبینه، ده قبر پهلوی هم دیگر. سوال میکنه که این قبر کی باشد. از مردم گرد اطراف وقتی سوال میکند کهنسالترین موسفید نزدش میارن، میگه که از روی شنیدی من این قبر حضرت علیه، دویم شنه میدونم اما یکمش قبر حضرت علیه. تو میگه از کجا میدونی؟ میگه که من یاد دارم که بعضی فرزنداش نبیروهاش به همین جمعه اومدن به زیارت. بعضا وقتی که هارون رشید از فرزندایش که در همون زمان زندگی میکردن، موسی الکاظم باشه، شاید رضا باشه، امام رضا باشه، سوال میکنه، تصدیقش میکنن که واقعا همینجا قبر حضرت علی است کرم الله وجهه. بس سوال میکنه که این دویم شخصش کی بود. من همین قصه را فقط برای همین قبر دویمش آوردم برای شما. این دویم شخصش کی است؟ در جواب موسی الکاظم گفت قبر یک موسفید نابینا هست و قصه کرد براش که وقتی که امام حسن و امام حسین و محمد ابن حنفیه پدر در خاک میمونن، برگشت میکنن شبانه به کوفه میدروین، صدای یک گریه به گوشان میرسه، صدای نوحه و ناله مردانه. حیران میشوند، داخل خانه میشوند که یک موسفید نابینا همه را تر کرده است، گریه داره. بعد پرسیدم که بابا چرا گریه میکنی؟ چی درد داری؟ گفت ای گرسنگی بچم، 3 روز چی نخوردم. در را گرفتن، طعام براش آوردن، طعامش دادن، شستن سر کلش، لباساش عوض کردن، همش جزیروا چیده بود است. بعد گفتن تو کسی نداری، صاحب نداری؟ گفت نه. و گفتن تو این 3 روز ترا کی نگاه میکرد؟ ترا کی نگهبانی میکرد؟ کی لباسای ترا عوض میکرد؟ مسافر گفت من نمیدونم. یک جوان مرد بود، هر صبح پیش از دمیدن صبح صادق و هر شب بعد خفتن خانه می اومد، طعام میداد، لباسام عوض میکرد، میبرد قضای حاجت میکردم، در بستری خواب میکرد، با صبح می اومد میخیزوند. 3 روز شد که اما آدم نیست ناومد است. و میگه صداش به شباهت داشت به امام حسن. امام حسن شکل صورتش به رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند بود، اما آوازش صداش به حضرت علی شباهت داشته است. بعد گریان شدن، گفتن اون مرد مرد، شهید شد. دیگر مسافر گریان میشه و پیش خدا التجا میکنه که خداوند جان ما قبض کن و همون حالت میگه میمرد. وصیت میکنه وقتی گریه‌اش که بری درم بری حبیبم گورانیدم در بری علی و همین مسافر میگه بردنه در اونجا گوراندنش. راستی که این قصه مثل افسانه است، زیرا اصل نداره، ثابت شدگی نیست، اما به هر حال همون رفتار و کردار حضرت علی را روشن و آشکار میکنه که همین خیلی جوان مرد بود، همین خیلی شخصی بزرگ بود و همین شخصی بزرگ در سال 17 ماه رمضان به شهادت رسید. امام حسن خطبه خواند، گفت مردم، مردی را کشته که مثل او به جوان مردی او امروز در کره زمین کسی نیست از زنده ها. و در شب کشتنش که در این شب قرآن نازل گشته است، در شب کشتنش که در این شب حضرت عیسی علیه السلام خداوند به آسمان برداشت،
در شب کشتهش که یوشع ابن نون صاحب موسی علیه السلام پیغمبر بنی اسرائیل که مجاهد بود، در همین شب کشته شده است، به شهادت رسیده است. این مرد بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام جنگ ها بیرقش در دستش میداد. این شخصی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با او گفت انت اخی فی دنیا و الاخره. وقتی که بین صحابه ها برادری را بنیاد کرد، گفت تو برادری من هستی، هم در دنیا و هم در آخرت. انا میخل مرد از دست داده. وقتی که آوازه به معاویه رسید، سبحان الله، ما نگفتیم دو قاتل دیگر چیکار کردن، کوتاهکه گپ زنیم. گفتیم این عبدالرحمن ابن ملجم ملعون دو شریک دیگر داشت، یکیش قصد کشتن معاویه رضی الله عنه را داشت و دیگری قصد کشتن عمرو ابن عاص رضی الله عنه. او شخصی که قصد کشتن معاویه را داشت بورک ابن عبدالله تمیمی به شام اومد. در همون روز 17 در بعض روایات خنجر داشت در دست، در بعض روایات شمشیر. به معاویه هجوم کرد. حضرت معاویه عادتا به پاسبان نمیگشت، به جاندار نمیگشت، همین قدر دستگیر کرد که یک ضربه بزنه و همون ضربه در دنبش آمد، در دمغازه، و درو دستگیرش کردن. گفت اگر نکشیم یک خبری خوش برات میرسونم. گفت چی خبر است؟ گفت که در همین ساعت حاضر علی را به قتل رساندند. گفت نامعقول کردی، شاید کشتش نتونست. گفت نه. علی گفت پاسبان نمیگردم قتلش. علی توکلش فقط به خدا میکنه، او رو علیق میکشم. او حضرت معاویه گفت همین خوشخبری تا از مرگی تو، امر کرد قتلش کردن. و حضرت معاویه گریست وقتی از قتل حضرت علی بخبر شد. زنش شبانه بود. زنش گفت تو چی گریه میکنی؟ و تو بر ضدش دشمنی کردی، خیستی، قدر سال جنگ کردی. گفت زنی ناقص العقل، واقعا همین زن مردم مدراز ناقص العقل میشوند. تو نمیدونی که مردم مسلمان ها چی شخصی بزرگی را از دست دادن، چی فضلی را، چی علمی را، چی فقهی را از دست دادن. اون مردک از حد ناس بود، افقه مردم بود، اعلم مردم بود. ابن کثیر در البدایه و النهایه همین را آورده است. و او شخصی که به مصر رفته بود از برای قتل کردن عمرو ابن عاص، صبح منتظر بود. این ملعونا را ببینید در داخل مسجد با منتظر بایستند. قتل در داخل مسجد میکنن، در خانه خدا. عمرو ابن عاص شبانه چی طعامی را خورده بود است که شکمدر چیده بود است. صبح به مسجد آمده نتونست. در جاش یک رفیقش تعیین کرد امام و با نام خارجه. وقتی که خارجه به مسجد آمد از برای نماز خواندن و پیش در اومدن، او بدبخت اما عمرو ابن بکر با شمشیر زد، در یک لحظه به قتل رسانده شد. و هر باره که با شمشیر میزنن نعره میزنن لا حکم الا لله، حکم فقط خدا کرده میتونه. همون پدرسگی که حضرت علی را کشت، او بدبخت همیشه لا اله الا الله میگفت، لا اله الا الله، ذکر میکرد، قرآن میخوان. در بعض روایات اومده است حضرت عبدالله ابن جعفر غضبش کرد، بدبخت اول یک دست شبرید، ذکر میکنه، بعد دستی دیگر شبرید. ای خشم غضب چشماش کفت، اگر چندی حضرت علی معنشو کرده بود که مسلش نکنید. وقتی میخواست زبان شب بره، بعد در گریه و ناله زد که ها زبان من نبری، که ای ذکر میمونم. برای من دهشت است که یک لحظه به ذکر خدا باشم. ببینید وقتی شخص منقورت کردن ملعونه، دیگه نه ذکر فایدهش میکنه نه قرآن فایدهش میکنه. دست به این همین جنایتی بزرگ زد و نامش در تاریخ با لعنت یاد میشود. یکی از لعنت زده های خدا و پیغمبر خدا است. اما دعوای این را داشت که من در راه حقم، حق رفتار میکنم. همین عمرو ابن بکر نعره زد لا حکم الا لله، گرفتنش، دستگیرش کردن، آوردنش نزد عمرو ابن عاص و به عمرو ابن عاص امیر گفته مراجعت میکنن.
گفت ای کی است؟ گفتن عمرو ابن عاص. گفت من کی را کشتم؟ گفتن تو خارجه را کشتی بدبخت، یک آدم دیگر را کشتی. گفت من مقصدم تو بدن که خیال خلاص خوردی. حضرت عمرو هم امر کرد، در جوش بدبخت کشتن، قتلش کردن. و به همین خلافت حضرت علی کرم الله وجهه که به قول اصح 4 سال و 9 ماه و 3 روز ادامه یافته است، خاتمه یافت. خلیفه راشد چشم از جهان پوشید. بعد دیگه خلافت قطع شد. بعد حضرت علی دیگه امارت اومد، سلطنت اومد، پادشاه ها اومدن، امیرا اومدن. اما خلافت نبوت به حضرت علی به قول اصح قطع شده است. بعضی‌ها میگن که 9 ماهی که حضرت امام حسن هم بعد حضرت علی خلافت کرده است، او هم در خلافت نبوت داخل است. زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است خلافت النبوه 30 عاما. خلافت پیغمبری نبوت 30 سال ادامه می‌یابد. اما چند ماهی را که امام حسن خلافت کرده است اگر زم کنیم، اگر بگذاریم در بالای همین خلافت 4 خلیفه راشد جمع الجمع 30 سال پره میشود، 30 سال قمری. از همین خاطر امام حسن هم در خلفای راشد داخل میکنند. راستی که وقتم تمام شد. درباره فضایل حضرت علی من میخواستم یک دو سخن دیگه بگم، اما افسوس که میبینم وقت تنگ است. اما این شخص بسیار شخصی بزرگ است، بسیار شخصی بزرگ است. متاسفانه وقتی که مبارزه و ضدیت بین اهل تشیع و تسنن به حد بالا رفت، مردم دیگه به ترس هراس از فضایل حضرت علی گپ میزدگی شدن. ای مردم از چی میترسی؟ از برای خدا. این مرد واقعی است، به نهایت شخصی فاضل است. این شخص کسی است که پیغمبر دوستش می داشت، خدا دوستش می داشت. درباره فضیلتش من 1 ساعت گپ زده بودم اما کفایت نمیکنه. و همین شخصی بزرگ بعد وفاتش به دشنام حقارت ها دچار شد. شخصی را که مرد از شهید شده است، بعضی به سعادت ها دشنام حقارت میکردن. در مستدرک امام حاکم آمده است از عبدالرحمن جدلی، میگه نزد مادرم ام سلمه اومدم، سلام علیک کردم. میگه مادرم رضی الله عنها مراجعت کرد، گفت از کجا هستی؟ میگه گفتم از مردم عراق. گفت هل یسب رسول الله صلی الله علیه و سلم عندکم؟ در ملک شما گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دشنام میتن؟ میگه گفتم معاذ الله، خدا پناه بده. این چی سخن است میگوی؟ چه شخص زبانش میگرده و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دشنام میتن؟ دشنام پیغمبر کفر است. در جواب میگه گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من سب علی فقط سبنی. گفت من از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت میگفت هر کسی که علی را دشنام بده مرا دشنام داده است. حدیث امام حاکم به شرط شیخین روایت کرده است و امام ذهبی در تلخیص مستدرک موافقت میکنه با او. حدیثی صحیح است. متاسفانه وقت متنگ است. عقب بسیار در یک جای عجیبش رسیدیم، ولی عاقبت خلافت معلوم نیست به چی رسید. از همین خاطر ان شاء الله هفته آینده در موضوع زمان خلافت امام حسن هم یک صحبتک میکنیم و از جمله درباره عائله حضرت علی، خانواده‌اش، اهل بیتش، ازواجش، فرزنداش مفصلا ان شاء الله هفته آینده صحبت میکنیم که خدا خواسته باشد اگر هفته آینده صحبت تمام شد قصه های تاریخی را به همین خاتمه میبخشیم. اما اگر با گفتنی اگر باقی ماند با هفته دیگرش ان شاء الله داملو ابراهیم گمان میکنم که تمام سوالا را جواب گفت در این مدتایی که ما نبودیم. در آخر دعا میکنیم که پروردگار رو شنیدن تاریخ، قصه های تاریخی که از تاریخ بزرگان اسلام رد بدل می شود از برای ما عبرت قرار ده و پروردگار مساعدت فرما که حق شناس باشیم، مرد شناس باشیم، یا مرد باشیم یا در خدمت مرد، و خداوند عاقبت کار مسلمانان را به خیر انجام ده. پروردگار
این جنگ نزاع‌هایی که بین مردم مسلمان در تاریخ واقع شده است برای ما نمونه عبرت قرار ده تا هیچ وقت مسلمان بر ضد برادر مسلمان خود تیر و تفنگ کشی نکند. پروردگار بین الفت، مودت، محبت، دوستی برقرار کن تا اینکه دشمنان نتوانند که در میان صفهای ما رخنه وارد سازند. و پروردگار عاقبت کارمون به خیر انجام ده. و پروردگار محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم و محبت اصحاب بزرگوارش خاصتا چاریار حضرت خلفای راشد آن حضرت صلی الله علیه و سلم را در قلب‌ها ما جای ده. و پروردگار مساعدت فرما که این محبت توانیم به اهل بیت خویش، به فرزندان خویش نیز دهیم و اونا را نیز در روحیه محبت اسلام، محبت خدا و پیغمبر و اصحاب بزرگوار کلام سازیم. و خداوند جمیع مراد و مقصودی بنده های مؤمن برآورده گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمدی برادر اسلامی مون است. اگر چند سین سالش بس میشاید که پدرش بگیم، اما ما و شما هم برادر اسلامی هستیم. دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل بگردونه. خدا نگهبانش باشه که همین دستورساز ما هم حضرت است. و در حق فرزندش یار محمد دعا میکنیم که پروردگار از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه. و یک پسرکش در ترکیه میخواند در دانشگاه اسلامی. دعا میکنیم که خداوند براش ذهن ذکی و فهم ثاقب عطا کند تا اینکه عالمی به عمل، صاحب علم نافع به سرزمین برگشته و خدمت دیار و خدمت مسلمانای سرزمین کند. آمین. در حق یک برادر در حق یک خواهر اسلامی که طلب شفا داشته است، ایشان الحمدلله زنگ زد گفت یک خواهر اسلامی بیمار است، طلب دعا دارد که دست جمعانه دعا کنیم. در حق این خواهر و تمام خواهرای مسلمان، هر کسی که امید دارد در حق فرزنده که خودمون ما دعا میکنیم که خداوند براش شفای کامل عاجل عطا کن. و پروردگار تمام زنهای مسلمان، خواهرای ما، مادرای ما را در پناه خیش، در حفظ خیش نگه دار. و خداوند عصمت ایشان را، ستر ایشان را، مستورگیشان و شرف و کرم ایشان را دفاع حمایت کن. آمین. خب در حق برادر ما فرخ جان دعا میکنیم که پروردگار از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه. این برادر و خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند و پروردگار سعادت دارای نصیب به روزی ایشان سازد.